انا حالی میفهمه که یک من بنیر چند من خمیر میشه. صبر کن قهار. کجا میجی تو بچه؟ بسیدی بابا خود خورم بدبخت کردی، منم بدبخت کردی آخه تو. او زن بیچاره زن حامله تو اشتولت کردی آخه. خدا کنه که کار نشده باشه. اگه نمیفهمی زندگی تو تباه میشه، بدبخت میشی. تو دستبند میزنم زولونه میکنم، تو بدبخت میشی، تباه میشی. بیا زو اعمال کم زندگی به تباهه. میفهمی بعد از مرگ من چرا خونی بری همیشه خاموش میشه. من پسر ندارم، باز تازه فهمیدم که معاینات شده که به چیزم دختریه. من خیلی آدم که چانسیم بابا، من از چی چانس ندارم. یعنی حالا اگه هر کس که پسر نداشته باشه باید بره زن بیچاره بزنه، به زن ظلم کنه. آخه تو در به در چی بخیر؟ میفهمی زن بیچاره حامله بود، همین طور شدی که طفلی از بین بره. حالا برات گپ میگه تو، حالا باید کارا میکنه، حالا برات تو میگه تو کجا میتونی بری؟ دیگه برای من فرق نداره، بگذار بابا هر اتفاق میفته بفته. من دیگه نمیتونم این وضع تحمل کنم، دیگه این وضعیت دیده نمیتونم. 6 تا دختر دارم، یک پسرم ندارم. مردم بریم چی میگن؟ دیگه پا خونه نزن آدم نفهم. یعنی هر کس که پسر ندید مگر زن بزنه، زیر ظلم و خشونت بگیره زن بیچاره. باور که چی بگم به تو؟ حالا بریم این کپا فایده نداره بابا. من گناهم چیه خوبه؟ حالا که از هم مهمتر باید بجون فرار کنم به یک جایی که من نگیرم. اگه بگیرم من بندی میشم. بندی میشم بلا هم رن تو که بندی میشی. حقتونه. زن بیچاره تو بزدی آخه. او بیچاره طفلی از بین برفته، تو حالا میگی من بندی میشم. تو هم جایی که طرفداری من بکنی خیلی میگی که ما برم به زندان. دل تو برای من نمیسوزه. حقتونه. من طرفداری از حق میکنم، نه از تو. باز من اعمال برفتم به شفاخونه به دیدن عیال تو مریض بیچاره اونجا پرتوه. وضعیت به کل خرابه، به خیمه. خسورت و خسوربورات رو برات تو میگردم. با خدا بگیر از اون نفته کی یک وردار تو رو بکنی که خدا خوریات کنی. حالا میگه چی کار کنم؟ دل تو مای خوربورم به دم نموندازم که من بزنم ترش کنم. آخه هر کاری هم که نکنی از این غم خلاصی نداری تو. باز من طرفداری از تو نمیکنم، طرفداری از حق میکنم، نه از اولاد خوب. خب دوستای عزیز، این قسمت تئاتر رو دقیق بدیدین؟ خب یک تشویق بکنیم اونم انداخور. میگم همین قهار چه کار خواه کرد؟ یک دست خب بالا کنه بیا بپنم برام بگه. خب بیایم شما اینجا بابا جان. همین قهار زن خود میگن بزده. ما کنه دیدیم بگیدن همسایی بیامده آرس کرده با بالی و بیخ زن کرد آباسی و خمیر میکردی یا بیشتر میکردی یا کمتر. این بزر شوا کردی یک کار دیگه می بگفت ماما خدا 6 تا پسر داره. خب خدا 6 تا پسر دختر داده، خب بعد تو پسر نداره. خدا تو بلدن بلا دوا میکنی. این دیونیه بیخ کلی ایشواری نیست. خیلی بریم تشویق بکنیم اینا. آره تشکر از شما. خیر بینیم. خب یک سوال دیگه دارم. آیا به نظر شما همین پدر از همین قهاره او تسلیم قانون میکنه یا او نجات میده؟ نظر شما چیه؟ تسلیم قانون کنه، به خاطر از اینکه پسرم داد خداوندیه، دخترم داد خداوندیه. دست شما درد نکنه. بابا تو دیگه چه رقم آدمی؟ به جای اینکه بیایی به من یک راه حل نشودی، به من از این مخمسه خلاص کنی. ای گیر دادی که تو ایت غلط کردی، تو اشتباه کردی، خواهی اشتباه بکردم چیکار کنم؟ السلام علیکم. قاجان خیریت خود پیار خود چی گفتگو داری؟ چه تو ناراحتی؟ خیریت باشه. زنده باشی مولوی صاحب. سلام علیکم. خوب شما؟ سلام. و علیکم سلام. به هر حال برات گپ نگردی مولوی صاحب، بعد گپ یاد کنه که خیلی وضع خرابه. خیریت باشه. چی مشکله بگو بلکه من بتونم مشکل تو رو حل کنم. یارو مولا صاحب چی به شما بگم؟ این بچه کار کرده که هم من رو بلا انداخته هم خود خو. ایشتا چی رقم من متوجه نشون که واضح تر گپ بزنه. چه کار کردی غار؟ یعنی اگر راست به شما بگم مولوی صاحب میفهمیم چیکار کرده. این زن از این دختر حامله بود، دختری دیش بشه کم خوب. این هم برفته شروع کرده بهم زدن از این تام دم و مرگ بزده بود. یعنی همین زده که آخر بچه از این طفل از تا شکمی از بین برفته. الان ما چیکار کنیم خودی از این؟ خب مولوی صاحب من چیکار میکردم؟ تو بسیار اشتباه کلون کردی. بفهمیدی چیزی که خداوند داده بعد شد تو خدا رو جا میآوردی. خداوند کارا خوب بیشتر میفهمه. تو نباید کار میکردی. فهمیدی؟
من مولای صاحب به خاطر پسر ندارم خیلی از این موضوع رنج میبرم. خب تو باید دست با دعا بالا کنی، از خداوند طلب کنی که خداوند بخشش بده به تو ببخشه. این کاری که تو کردی بسیار کار اشتباهه. خداوند خود به کارا خوب بیشتر میفهمه. هر چی که به خیر تو باشه همون میشه. خلاصه چی بگم به شما که مولویم، شما که عالم دینیم، شما که همه چیز خوب میفهمید، یعنی به نظر شما دیگر راه حل نبود که بره فقط زن خود باید میزد؟ چرا خیلی راه حل بود. بعد خود من بیاد من مشوره میکرد، من میگفت با کشتگی میگفت کسایی که میفهمیدم که برای یک راه حل میدادم اون مشوره میدادم برای این اشتباه کلوا نکرده، نباید این کار میکرد. باز خداوند آدم نمیبخشه که تو میای و دخترم داد خدای پسرم تو نباید کار میکردی. خب حال ما چیکار کنم؟ راه حلی و چیه مولوی سه؟ راه حل همینه که گفتم که بعد این شکرات خدا رو به جا بیاره. فهمیدی؟ باز راه حل همینه که من باید برم خود خسرو تو خود خسروی تو گپ زنم، شما رو با هم اشتی بدم. راه حل همینه، تنها راه دیگه نداره. بعد مولوی صاحب کار بکنید که حداقل هم جوانال یک اشتباهی بکرده، هم خود خسروی و شما گپ زنیم، خسروی گپ زنیم که اونا دستور دارن با اثر از خدا که اونا با یک بیعقلی نکنن. حتما من صحبت میکنم. فهمیدی؟ راه همینه که بیام بریم خود خسرو و خسروی گپ میزنم، این مسئله حل میکنم. بخیر حرکت من بریم. خب دوستان عزیز هنرمندان یک تشویق بکنیم. شما یک دقیقه بیاین. خب شما خود یک معرفی بکنید. نادر شاه از ولسوالی کرو. خب نادر شاه جان، به نظر شما همین پشیمونی قهار باعث چی عمل میشه؟ اگر این پشیمون چه کار میشه؟ شیمون چی بیره خودی مدل سابی نمیرم میشینم اینو سوله میکنم، مشکل از حل میشه. پشیمونی که هر کاری پشیمونی کنم. فرق بین دختر پسر چیه که اولاد دختر بشه و پسر؟ هیچ فرق. یک تشویق اینا رو بکنیم. تشکر. یک جایزه بزنه بدیم. بفرمایید شما. خب دوستای عزیز یک سوال دیگه شما پرسان میکنم. خب امی قهار به نظر شما به چنگ قانون میفته یا نمیفته؟ امی زدن که کرده امی عمل این چیز مخالف قانون نداره. اگر چه که کار از که کار زشت انجام بده بله میشه مخالف قانونی چیز. یعنی به نظر شما این کار از این خلاف قانون بوده و به چنگ قانون میفته؟ بله قانون مطابق به قانون نمیده. زدن یعنی حق چینیه. حق زدن نداره. دست شما در یک تشویق اینا رو بکنید. خب به نظر شما این از این نمایشنامه شما چی درس عبرت گرفتید؟ درس عبرت ما اینه که با خانم باید محترمانه رفتار کنیم، مثل انسان باید رفتار کنیم، نه باید فرق بین مرد و زن گذاشته بشه. خب نظر شما در موردی که قهار چون که خانم دختر رو دختر خود زده بود، به نظر شما کار درسته یا غلط بود؟ حالا مردم باید این کارو بکنن یا نکنن؟ نه اصلا کار خیلی غلط اشتباهه. نه باید در مقابل دختر و پسر فرق گذاشته بشه. هم از طرف خداونده. هم از طرف خداوند. دست شما در یک تشویق اینا رو بکنید.